سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار پنجشنبه های تلمشهر. امروز پنجشنبه 6 مهر ماه و ساعت حدود 10:30 هستش. تلمشهر از توابع شهرستان سومسرا که به جمعه بازار هم معروفه. علت این نام به خاطر اینکه سالها در این شهر بازار جمعه ها برگزار می شده و این نام براش مونده. فاصله تلمشهر از شهر رشت 16 کیلومتر و از شهر فومن 10 کیلومتر هستش. این بازار صبح پنجشنبه ها تا غروب ادامه داره، ولی بخش عمده و فروشنده ها تا ساعت 2 در بازار حضور دارند. این بازار در کنار رودخانه زیبای پیشروبار برگزار میشه. در این بازار انواع میوه‌جات، محصولات محلی، ماهی، پرندگان و سایر مایحتاج خانواده ها عرضه میشه. قبلا ولاگ هایی از رانندگی در جاده زیبای فومن، گردش در شهر فومن و گردش در شهر زیبای سومسرا رو براتون در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. اما این تضمینی بریم
من اینجا 15 دیریم من اینجا 15 من اینجا 15 بیست تا پایانات شنید الان 25 دلاره سیگار نمونی نه خوشیم سیگار نمونی زیتون خوش برو از نمیزه ماست بله 10 تومن 15 تومن Anche che mangiano.
داری همه آقا یه بند خودتون بازار مدت دکتنده شما بیا اعلام کنید پلاستیکی عمومی سدیزار
آه چنگیره انگوره ورسام آره چنگیره انگوره ورسام کوچم رای من کوچم بخورم آره چنگیره انگوره ورسام انگوره ورسام Açın,